سلام دوستان، خوش آمدید به شبکه بیوگرافی فیلم. امروز ما در باره یکی از هنرمنده که در آزمون گات تالنت اشتراک کرد و به دور فینالی رخ یافت، محمد جان خلف حرف میزنیم. اگر آماده باشید برای دستگیری این نفر تا با آخر ببینید و به سامانه یوتیوب در آمده برای غالب آمدنش در دور نهایی دستگیری کنید عزیزان. هنرمند 47 ساله تاجیک محمد جان خلف در صحنه آزمون ایزین گات تالنت با اجرای ترانه آدمان که خودش هنرنمایی کرد و تمام اهل طلو را گریاند. مؤلف مجله یوغورتجی فیض‌الله خان عبیدوف از سراینده درباره حیات و فعالیت ایجادیش و همچنین درباره چگونه برگزار شدن نیم فینالی آزمون سنترال آسیا گات تالنت در قزاقستان پرسید. محمد جان تصادفاً فهمید که برای اشتراک در آزمون سنترال آسیا گات تالنت کاستینگ اعلان شده است. در خانه‌اش تلویزیون ندارد، از این رو همه خبرها را از فیسبوک می‌آموزد. محمد جان پس از خواندن اعلان درباره کاستینگ که تیر ماه سال گذشته در تلویزیون سفینه برگزار شده بود، تصمیم گرفت که در آن شرکت کند. کاستینگ در تلویزیون سفینه صورت گرفت. در نزد حکمان یکچند سرودهای خلقی و خارجی اجرا نمودند. راهبری اساسی آزمون که زبان تاجیک را نمی‌دانست، پس از شنیدن سرود در نزد ترانه آدمان توقف کرد. پرسید که آن درباره چی است. من جواب دادم که این درد شخصی من است، درد یک نفر، میگوید محمد جان. پس از تصدیق حکم او با آمادگی به سفر نوبتی که باید در قزاقستان برگزار میشد آغاز کرد. با وجود آن که او از دور اول گذشته بود، اما باوری نداشت که او را به یک سفر منتخبی دعوت میکنند. از این رو وقتی به محمد جان خبر دادند که چیپتا را به نام او خریدند و خارج رفتنش پرداخت میکنند، او خیلی شاد گردید. محمد جان به مسابقه تیاری جدیدی به قزاقستان پرواز کرد. محمد جان میگوید که هنگام به صحنه برآمدنم دلم را خالی کردم. هیئت حکمان و حاضران که اکثر زبان مرا نمیدانستند گریه کردند. زبان تاجیک را نمیدانستند، اما احساس من توانست مضمون سرود را به آنها رساند. وقتی که در لحظه های آخرین هیئت حکمان تکمه طلایی را پخش کردند، دلم گویا ترکید. اشک خود را داشته نتوانستم. البته این اشک شادی بود، میگوید محمد جان درباره تاثیراتش. همینطور او به مرحله نوبتی مسابقه گذشت. حالا محمد جان از دور نهایی به دور فینالی رخ پیدا کرد. قهرمان ما نیت دارد که این دفعه سرود مردمی بخواند. درباره حیاتش پس از ختم مکتب میانه به دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان به نام میرزا ترسونزاده به اختصاص رژیسوری چهاربینی‌های عمومی داخل شدم. در آنجا من با هاشم گدا، شمسی قیاموف، اسکر عبدالرحمن آفرین استادان صنعت تعلیم میدادند. بعد از ختم آنجا مرا به تئاتر درامایی به نام پوشکین بوستون به هیئت رژیسور به کار گرفتند. مدتی در آنجا کار کردم. محمد جان همراه چند نفر دوستان از سالهای دانشجویی در صحنه مضحکه برآمد میکرد و آن به جوانان خیلی پسند آمد. با یک شوق و هوس خاص جوانی هم دوستانش تصمیم گرفتند که استودیوی هجوی تشکیل کنند. پس از مدت آنها گروه غریبشو کمپین تأسیس دادند که محمد جان یکی از اکتوران پیشقدم گردید. او میگوید که من همچون دانشجو استودیوی هجوی خود را تأسیس دادم و آن را غریبشو کمپین نام بردیم. دوستان من بختیار رحیموف، تشریف خلیلوف به من کمک میکردند. یاد دارم که برنامه اولین نمایش ما واخوری غریبشو با مدان نام داشت و بعداً به تماشاگران خیلی پسند آمد. آزمون آسیا گات تالنت دایر گردید. قهرمانی ما راه به فینال پیدا کرد. او را ما با واسطه یوتیوب دستگیر میکنیم. فینال نهایی گرند در شهر قزاقستان برگزار می شود. غالب مفصل جایزه پولی 2 میلیون سومانی و امکان عملی کردن لایحه خود را دارد. عزیزان باید دستگیر میکنیم.